این قصه ساخته است. نورسانی چیخ در یک بازیه که در آن نقشی ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا میکنند معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می‌آموزد. یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می‌کند. این روند نچندان دموکراتی است، اما شما می‌فهمید. گروه‌ها تلاش می‌کنند مشخص کنند که کدام از این نامزدها دروغ می‌گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل‌ها را بسنجند. ما می‌خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را رشد بدهیم. همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخیه این موضوع جدی گرفته شد. 3 دکبر خدمات استخباراتی کشور حسابات سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه‌های نزدیک به کرملین با پخش اخبار دروغین می‌خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. 2 روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و توییتر را موظف کند که هر ماه حسابات پیشنهاد نمایند. دلیل‌های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بر دروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است. سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت. چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟ در این حالت از خود حمایت کردن کار آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصف از آوازدهندگان از عقل سالم کار میگیرند و باور نمیکنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است. دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدان بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می‌بازند. مؤلف بازی میلوش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می‌کند. ما انکیت‌های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی‌دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی‌اندیشند. و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی به خوانندگان خیلی پسند آمد. بازی بسیار شوق‌آور است. به خصوص با نظرداشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخبار بر دروغ شده است. بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. به ما معقول شد. تاکنون بیش از 2000 نورسانی چخ از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای میرسند، اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم میروند.